در این نوار از ولایت راین وستفاله شمالی آنها دیده می شوند که به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در عموم 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان و یک ترکمن و یک کرغیز دستگیر شدند. با بازداشت 7 نفر مقامات امنیتی توانستند به تروریسم اسلامی ضربه سختی بزنند. من به مقاماتی که این کار را کردند سپاس میگویم. وزارت ما، پلیس فدرالی آلمان، خدمات اطلاعات داخلی در این بازداشت سهم داشتند. با گفته دادستانی آلمان، گروه زادگان آسیای مرکزی ماه ایون سال 2022 یک حلقه تروریستی تشکیل دادند، هدف حمله می‌جستند و در پی خریدی اسلحه بودند، اما نقشه خاصی حمله نداشتند. به غیر از شهروندی قرقیزستان، بقیه از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی پول جمع کرده و بعضای آن در خارج فرستادند. به قول مقامات آلمان، افشا شدن گروه بیانگر باقی ماندن خطر گروه دولت اسلامی است. آنگونه که بازداشت امروز نشان داد، تهدید تروریسم اسلامی همچنان زیاد است. بازداشت امروزه گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه‌گذاری تروریسم است. هدف ما محروم کردن سازمان‌های تروریستی از سرمایه میباشد. دادستانی آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نوردین، شمشاد، سعید، ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمانبر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. مقامات تاجیکستان رسما خبر را شرح ندادند، ولی در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت و یا زندانی هم شدند.